سلام، به اولین ویدیو من خوش اومدید. ما قراره یک کیک 2 طبقه رو توی 30 کیلو در بیاریم. در واقع 30 کیلو رو قراره تو 2 طبقه در بیاریم. ای خدا. ایشونو که مشاهده میکنید همکار و همسر بنده هستن و در حال خامه کشی و فیلینگ گذاری کیکه. این کیک چون ارتفاعش خیلی زیاده یه کمی کار کردن باهاشم سخته. همینطوری که میبینید فیلینگ گذاری انجام میشه، بعد میریم سراغ مرحله گاناش کشی. برای گاناش کشی هم از کاردک های بلند یا خط کشای خیلی ارتفاع دار باید استفاده کنیم. میخوایم کاور فوندانت رو بچسبونیم، پس باید سطح کیکمون رو کامل مرطوب کنیم. این ورم که میبینید ما داریم کاور رو پهن میکنیم، تکنیکا رو روش میزنیم. این کیک خیلی ارتفاعی زیاده، پس فوندانتامون هم باید غول پیکر باشه. اینجا علیرضا دیگه شروع میکنه به کاور کردن کیک. کاور کیکمون رو به روش دورگیری انجام میدیم و سطح کیک رو جدا کاور میکنیم، اطرافش هم جدا کاور میکنیم. من فکر کنم 32. خودت چی فکر میکنی؟ 28 تا 30 تا. خب خیلی به هم نزدیکیم. البته چون این خیلی ارتفاعش بالاست از این وسط ها یه بار پایه‌گذاری شده، واسه همین نیه تا یه حدی میرسه داخل. و خب نحوه گذاشتن نیام خیلی مهمه. چهار تا رو که گذاشتیم 4 تا هم ما بینش میذاریم جلوتر، یعنی اینا عقب‌ترن، این 4 تای بعدی جلوترن. این پایه‌گذاری تموم شد. فشار دست نگاه خوبه. اینو ببره تو سازه. خب مرسی. خب حالا اینو باید مرطوب کنیم. البته اون پلاکسی رو من نمیذارم بمونه، همین زیر اون پلاکسی اینجا چسبیده و جداش نکردم. اینجوری امنیت که خیلی خیلی بهتره. با یه دست اسپری بس دیگه بابا. خب دیگه خوب مرطوب میکنم و بعد جابجاش میکنم. اینم سنگینه، این فکر کنم حدوداً 12 کیلو باشه، نه؟ حدوداً شاید خود کمتر. و الان میله مرکزی رو برش میدیم. مثلا فشار دست به راحتی بریده شد. خب حالا الان این از تلفن میکشیم و میذاریم داخل کیک. پایین این کیک پر از گلای عروسه و اینکه بچه اون دارن گلا رو بسته بند تقسیم بندی میکنن میفرستن اینجا. ما هم که اینور تلفن میپیچیم. بعد حالا اینو میام میفرستم. امیدوارم به یعنی چه مهندسی داشت. چون گفتم این بچه این خالی نیستش، این وسط پلاکسی کار شده و دقیقا از وسط رفت داخل. حالا قضیه سختش اینه چون اونم خودش سنگینه. جا به جا کنیم. یه چیزی بیار بزن زیر پام قدم خب بلندتر شد. آره آماده. دستکشه سوره. خب درش بیار این سوره. راست میگی. یا خدا کمک میخوای؟ ببینید. اوه شت گاناش نزدی. اشکال نداره، بذارش بعدش میتونم دارم. نه خیلی سنگینه. خب حالا میخوام کاورش کنم. سلام.
30 کیلو تو 2 طبقه میشه اینش سخته، ولی خب 30 کیلو رو میتونیم راحت 5 طبقه در بیاریم. اصلا کیکای عروسی ولی مثلا میگه 30 کیلو 2 طبقه با این ارتفاع واقعا قد بلنده. خب خیلی رو اینا نمیتونم بزنم چون که اینا خورد میشن. یه هستی و تمام. گلای عروس دسته شدم. همونگی با نظم و اینجا رو ببین. ترتیب. میام فشارشون میدم به هم، مرتبشون میکنم، بعد با یه خلال در نمیزنم داخل. حالا پایش هر چقدر که بخوام بشه. بعد میام با گاترین اول قسمت پایین گاترین رو میارم بالا، گلو فشار میدم، گاترین رو میپیچم میارمش دوباره محکم پایین. حالا اینا رو که درست کردیم رو اینطوری میذاریمش رو کنار هم دیگه. اینجا رو پر یکم اوریب میذارمشون این شکلی اینطوری پر بشه. همش گوشه ببینم چه بلندش کرد. چند کیلو؟ 33 حالا 33 در یخچال رو باز کن. بفرستیمش حالا توی یخچال بره توی یخچال. حالا ادامه داره کیک. قضیه همینجا تمام نمیشه، اینم در ادامه کیک هستش که داریم فعلا پیچاشو میبندیم. چش خوب درست نشده. آره بعد اینو میام کاورش میکنم، کاور سفید میکنم. تقریبا هم این 3 کیلو هست. با گل پوشونن. بچه گلا رو بیاریم. مثلا اون کنیم. نه برعکس شد. آره اینه. مرسی. گلای این قسمت رو میچینم. باید بریم که به موقع تحویل بدیم. نم کیکمون که آماده شد. حمله کیک سخت، یعنی کمرم گرفت. کیک رو آوردم استرس داشتم که کیک میارم سالم رسید. میزنم که خوشگل شه. خب اینم از کیک پرماجرای من. اگه از ویدیو خوشتون اومد خیلی خوشحال میشم که چنل رو سابسکرایب کنید و در کنار من بمونید. تا ویدیو دیگه، خداحافظ.